سلام، به کارگاه تیم اسکایلاین خوش اومدید. در خدمتتون هستیم با ویدیوی سوم سری براید توربو. معذرت میخوام بابت ویدیو قبلی که صداش کپی رایت خورد. سعی میکنیم از این به بعد کیفیت بهتری رو ارائه بدیم. بریم برای قسمت اول ویدیو که ساخت پایه توربو هست. این مرحله پایه توربو رو بچه‌ها زحمت کشیدن، طراحی کردن، رنگش کردیم. میخوایم کم کم به این صورت ببندیم سر جا. مرحله بعدی بعد از ساخت پایه برای توربو ساختن هدرزمون هست که پستش کردیم هم توی اینستا و هم توی یوتیوب و نزدیک 60,000 تا ویو خورد. کار بعدی از آب در نیومده. ممنون میشم نظرتون رو در این مورد برامون کامنت بذارید. بعد از ساخت هدرز میرسیم به دامپایپ. برای طراحی این قسمت نیاز بود که دوتا منبع طراحی کنیم، یکی برای وسط و یکی برای انتها، برای اینکه بتونیم صدای شهری تولید کنیم و اذیت نکنه صداش.
برای دوستانی که در مورد توربو اطلاعات کمی دارن، توربو از طریق دود خروجی موتور، از طریق همون هدرز، یه توربینی داره که داخلش این دود توربین رو میچرخونه و هوایی با فشار بالا حالا تنظیم داره از طریق اینترکولر که اونجا این هوا سرد میشه و به داخل موتور انتقال پیدا میکنه. دود باقی مونده هم از طریق دامپایپ به اگزوزها انتقال پیدا میکنه. برای سر اگزوزامون آقا رضا انتخابش 2 تا سر اگزوز دولول بود که تمام استیل براشون طراحی کردیم و تقریبا 3 روز زمان برد، کلی کار برد. ممنون میشم که حتما لایک کنید ویدیو رو، چنلمون رو سابسکرایب کنید و کامنت بذارید. امروز ناهار و مهمون آقا رضا هستیم، البته هر روز. بخش بعدیمون طراحی منیفولد بود. البته این وسط ها مغازرم یه تمیزکاری کردیم. برای طراحی منیفولد به دستگاه برش و خم و این چیزا نیاز داشتیم که اکثر کارا رو بیرون انجام میدیم چون خودمون این دستگاه رو فعلا نداریم. این دوستمونم آقا جواده که برش ها رو خیلی حرفه‌ای با دستش انجام میده، با دستگاه پلاسما انجام میده برامون. توی ادامه مراحلش رو میبینیم. این قسمت جای سوزن انژکتورامون رو روی منیفولد طراحی میکنیم. ریل سوختم مال خود براید رو استفاده کردیم. دوستان به امید خدا میریم برای آخرین خرید لوازم توربومون. یه لیست بلند بالایی تهیه کردیم، مثلا آخرین خرید، امیدواریم که آخرین باشه. امروز به امید خدا استارت میزنیم ماشینو. رضا در جستجوی لوازم. پارت اول، پارت دوم خرید.
سوپای ماهیگیری. پارت سوم خرید. توی این قسمت هم دیگه تقریبا کارا تموم شده. سیم کشی رو داریم چک میکنیم، وصل میکنیم همه سیم کشی رو و کم کم میریم که ماشین رو استارت بزنیم. ممنون که تا اینجای ویدیو ما رو تماشا کردید و حتما لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. حاضر میشه برای استارت پروژه توربو. برادران اسکایلاین